إليه أسير ومنه أفر بوزر ثقيل وزاد قليل. هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذكرك دو امپراتوری بزرگ دنیا رو ما و شما شکست دادیم. قطعا به نفع همسایه های من بود، چون که از گزند این امپراتوری ها اونها هم یقینا در امن نبودن اگر افغانی ها اونها را به شکست مواجه نمی‌کردند. حتما امروز جنگ در اسلام آباد و تهران هم بود. اگر اینجا اتاقهای خاکی و ایران میشد، اونجا بسیار تاسیسات پیشرفتهایشان با آتش کشیده میشد و هزارها جوانشان میمرد. و این ارزش خدمات دینی این امت مظلوم را همسایه های ناجوانتان هم فکر نکردند و اونها هم هر وقت دست مداخلهشان دراز است و دراز بوده و می باشد. وقتی که برای روس پدران و نیاکان ما شما می جنگیدند، ماشاءالله پاکستان خوب کمک میکرد، امریکا هم کمک میکرد و عربستان هم کمک میکرد. پیسای انگفت را جمع میکردن از کشورها و ممالک اسلامی به عنوان اینکه با کمک مسلمان های مشکل دیده در افغانستان با خاطر دفاع از عزت و ناموس وطنشان دایی کرده باشند. ولی اونها با خاطر هدف خود این کار را میکردند که اونها همه وطنشان پامال روس ها و غربی ها نگردند. وقتی که روس ها برآمد، چیزی را که برایتان تذکر دادم اونها طرح کردند، همگی دستی هم دادن. اگر عربستان شریف بود، اگر امریکا بود، اگر پاکستان همسایه ایمان بود و دیگه کشورهای همسایه بودن، اینجا تخم اختلاف حزبی را کشت کردند و افغانستان را با آماج آتشین دیگری مبتلا کردند. داد و فریاد این ملت را از روزنی دیگری کشیدند، خانه هایشان را در دادند توسط احزاب، توسط گروهگرای ها. لیسان پرستی را اینجا ترویج دادند به عنوان حقوق ملت افغان. گروهگرایی ترویج داد، به اوج خود رسید. بغاوت یاغیگرایی به اوج خود رسید و همه اهداف مردمی که برای خدا جنگیده بودند آن پامال شد و این حرکت جهادی مقدس ما و شما با خود سمت و سوی دیگری را گرفت توسط این انسان‌های نامرد و ناجوان که افغانستان ما و شما را فروختند. سرانجام توانست با فرصت و زمینه مساعد شد که امریکا آمد در افغانستان و اونها کسانی که دیروز بر علیه کفر می جنگیدند و نمی خواستند که کفار حاکمی وطنی ما باشد، روس ها حاکمی وطنی ما باشند، آنها از امریکا به جبین باز استقبال کردند. امریکا را همه بمهایش ستایش کردند. این انسان‌های وطن فروش نتوانستند این درک را نتوانستند که بدانند که بم به کجا فرود می‌آید و خانه کی ویران میشه، خانه یک غربی یا یک روسی یا خانه او وطندار مظلومی که دور به پروید ایستاد بود و او خون جان میداد که روس برای امروز که باز بم‌های امریکا سر خانه او فرود آمد، باز او قربانی شد، باز او به عزت شد، باز خونی او ریخت، کودکش در گهواره شهید شد. هزارها کودک، 70 چند هزار زن و کودک اینجا کشته شد توسط بم‌های امریکا که شما استقبال کردید، شما رهبرای نامرد و نوجوان و وطن فروش. در بین خودتان هزارها اختلافات را کشت کردید و از این ملت قربانی گرفتید و قبرستان های کلان ماشاءالله در افغانستان جور شد، ثمره تعدد احزاب. برادرها، حال امریکا رفت است، امریکا برآمده. وطن، ملت، دین اسلام
حقوق‌های به دوش ما و شما دارد. آبادی وطن، حفظی وطن به دوش ما و شماست. اهتزاز شاعر الله، بیرق اسلام را بالا کردن و اسلام را در اینجا تطبیق کردن، این به دوش ما و شماست. کسانی که به وطن خیانت کردن و از این وطن بریدن و قطع محبت کردن، قطع صله رحم کردن، هزارها زن و کودک در هر جا به زیر بمب‌های امریکا له کردن و کشتن و هزارها نو بیناموس اینجا بیناموسی صورت گرفت و عزت وطن برباد رفت. خون فرزند وطن پریکا گشت و کسانی که مدافع وطن بودن کفار اونها را با شما دشمنان وطن خواندن که حال ماستیم که به پهلویتان نشسته هستیم، میدانیم که چی میگوییم و با شما چه شکل روابط داریم، تعلقاتمون به وطن چه شکل هست، آن را شما خودتان مشاهده و مطالعه میکنید. یقینا ما سخت به فرزندای وطن نیاز داریم، از هر قشر جامعه باشد، به هر نامی که باشد، به هر لسانی که باشد. صرف به کسی نیاز نداریم که وطن را فروخته است، باز در صدد فروختن است، به نوکری، به غلامی، به بردگی خو کرده است. هر وقتی که از بردگی خلاص شد فکر میکنه که به قفس افتیده. با اون مردم ما نیاز نداریم، ولو که هیچ کس به پهلوی ما نباشد. به مردمی که وطن فروختن و میفروشن نیاز نداریم. هیچ نوع احتیاجی محسوس نیست. اما با قشر تحصیل کرده و مردم های دانشمند و انجینرها و تکنیکرها در بخش های مختلف قطعا نیازی بسیار مقدم داریم. و کسانی را که امریکا ترساندن که شما برای از افغانستان که شما را طالب ها میکشد و سر میبرد به عوض جنایت هایی که توسط امریکا در اینجا تعمیل شد، باید طالب ها بیاین از این ملت باز قربانی بگیرن. نخیر، و این را امریکایی ها و همسایه های ناجوانتان نامردتان کور خواندن. نخیر، اونها البته فکر چیزی دیگری را بودن. فکری بودن که وقتی که روس آمد، وقتی که انگلیس آمد، در دوره‌های مختلف توانست نوکرهای دست نشانده خود را به اینجا حاکم بسازد و در بین مردم تفریق افغانی بکند و بنای نامهای مختلف این مردم را بکشد. و به این فکر بود که در افغانستان هر جهتی که همیشه غالب شده، او روز جهت مغلوب مرده، هزارها تابوت رهسپار قبرستان شده و در همه جا فاتحه خوانی بوده، فاتحه های جهت مغلوب خوانده می شده. و این سنت باید ترویج داشته باشد، رواج بیابد. حال هم امارت اسلامی که آمده باید هزارها جهت مخالف خود باید بکشه و ذبح بکنه و قربانی بکنه و اونها را با قبرستان راه بکنه که اما غیظ دردش که مثلا دیگه فروکش بکنه. نخیر، هدف امارت اسلامی انتقام جویی نبوده. هدف امارت اسلامی اعلای کلمت الله و تطهیر و پاکی وطن از لوث کفر و شرک و دموکراسی پرید بوده است. هدف امارت اسلامی اصلاح وطن و وطندارها بوده است، نه چیزی دیگری، نه انتقام جویی. یقینا کسانی که در صدد انتقام جویی هستند در هر وقت ناکام هستند، در هر وقت ناکام بودند. و
و اونها هدف خدمت نداشتند و هدف آبادی وطن را نداشتند، هدف حاکمیت اسلام را نداشتند و غیظها و خشمهایی داشتند که سر مردم از آدرس اسلام فرو می‌ریختند. اما امارت اسلامی به کمک پروردگار عالم با کفار نیاز ندارد. اگر کفار ما رو با نمیشناسن به رسمیات، ما نیاز نداریم که بشناسیم به رسمیات و داد بکنیم که ما رو به رسمیات بشناسیم. ما به خاطر آبادی وطنمان جنگیدیم و پهلوی وطندارایمان هستیم، دفاعشان میکنیم، وطنمان رو جور میکنیم، شعائر اسلام را اینجا تطبیق میکنیم و هر کس خسته میشود و هر کس درد دارد و هر کس مشکلی که دارد مربوط خودش است و اینجا نمیتونه کدام آسیبی برساند. با شما تبلیغ کرد امریکا بعد از اینکه برآمد هم که ما تشویش داریم از اینکه در افغانستان زنها حقوقش برآورده نیست، حقوق زنها پامال است. میدانیم کدام زنها رو میگن؟ و زنها مگر خواهری ما نیست؟ مادری ما نیست؟ اولاد وطنی ما نیست؟ قوم ما نیست؟ ما زیادتر دلمان میسوزه یا امریکا؟ و کسی که سر اونها بم فرو ریخت، هزارها جای اینها رو قربانی کرد، تو دلش میسوزه یا کسی که برای حفظ عزت او مرد، جان داد، هزارها قربانی داد؟ نه خیر، هدف امریکا این نیست که اینجا حقوق زن برآورده نیست، اینجا حقوق زن پامال است. هدف امریکا نیستی. اگر واقعا امریکا راست میگه، ما شما به این وطن زندگی کردیم، در طول 20 سال امریکا را دیدیم. به این تاریخ حالاتی که به اینجا توسط امریکا تحمیل شد به سری مردم، سری ملت، به این تاریخ چنین حالت نامده است. شما قبل از او شنیده بودین که باید دخترها دندانهایش کشیده به دهان زنا شوند که او رو ما شما حالشون. و کسانی که امریکا توسط مزدورای بی‌فرقش در اینجا بندی کرده بود در بندیخانه ها، و عزت اونا چی کرد به عزت خواهرهای ما شما؟ کسانی که آورد در ادارات به ایمانی پولیس چه کار استخدام کرد، به عزت اونا چی کرد؟ آیا ما خبر نداریم؟ آیا خود او نمیداند؟ و کسانی که در خانه های امن برد شبهای سری اونا معامله کرد، با اونا چی کرد؟ حقوقشان به جا آمد؟ آره تشویش داری که حقوق برآورده نمی شود؟ نه خیر، امریکا چیز دیگری را می خواهد. شما اگر یک کسی را یک چپا دین و مرگ از یادش نمیرد به صورت انتخاب جویی است. امریکایی که به اینجا مرد تکه شده، دارایی هایش مانده، همه عزت شوکش به هم خوب عالی و از ما خوش است و تشویشی داره که حقوق خواهری ما اینجا بازخواست نشود. شما خود فکر کنید. در حکومت امارت اسلامی تعادل اقشار مراعات نیست. همه شمول نیست اصطلاح خود امریکایی ها. یک دل امریکا میسوزه که باید ما حکومت همه شمول داشته باشیم و همه ایمان جمع شیم، وطنمون آباد شود و در بینمان اختلافات کشمکش نباشد. و یا هدف امریکا همین است؟ اگر همین بود پس چرا آمد تجاوز کرد و اینجای وطن را به خاک و خون کشید، اختلافات را به اوج خود رساند، کشمکش‌ها را به کجاها رساند، به فلک رساند، عزت آبروی مردم از بین بود، عقیده و مفکوره دینیش از بین بود، گندهای کشت کرد که بسیار کمر شکن که به سالیان متمادی زارد به ایست که ما دست به دستی هم داده که مشکلات از اینجا کس میشن دیگه حذف بکنیم.
آیا امریکا همچنان حکومت هم شمول واقعیت میخواد که همون افغانی ها دوری و جمع باشن؟ آیا وقتی که در دوره روس ها برآمد اینجا کسی برای علیه امریکا کنم حرکت نداشت؟ امریکا ستیزی اینجا سراغی نبود از اون. چرا اونجا اجازه داد که در هر گوشه افغانستان یک حکومت حاکم باشه، یک نظام باید بچرند که افغانی ها